ننگین و مخصوصا وزنی که در جماعت دهاتی هلالی ناحیه خراسان به قید گرفته شد دلیل آن است که در جامعه هنوز حالتهای مناسبتی بد و غیر انسانی نسبت به کودک جای دارند و راه بوغی کردن به قتل رسانیدن نابالغ واکنش‌های زیادی را در بین مردم کشور به بار آورد. این حادثه سنه 16 آگوست سال روان به وقوع پیوست. ساعت‌های 14 نصف روزی نابالغ 9 ساله از خانه برآمده به سمت نامعلوم غیب می‌زند. تلاش‌های زیادی اهل عائله، نزدیکان و همسایه‌ها برای پیدا نمودن دختر خردسال طول چند ساعت نتیجه نمی‌دهد. والدین به کارمندان میلیسیا عایدی از خانه برآمدن و به سمت نامعلوم غیب زدن این دخترچه نابالغ با عریضه مراجعت نمودند. کارمندان میلیسیا در مدت کوتاه جسد خردسال را با علامت‌های مرگ مجبوری از داخل جویبار آبگذر 300 متر دورتر از منزل استقامتیشان پیدا کردند. از جانب کارمندان میلیسیا و پروکراتورا گروه سازمان داده شده ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در یک مدت کوتاه گمانبر این جنایت مخصوصا وزنین معین و دستگیر کرده شد. این نفر بولتاخانов رستم سال تولدش 1976 ساکن جماعت دهاتی هلالی ناحیه مذکور می باشد که پیش با ماده 105 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه یعنی آدم کشی با مدت 7 سال از آزادی محروم کرده شده است و در یک محله با عائله جبر دیده زندگی می کردند. در رفت پرسش معین کرده شد که روز 16 آگوست سال روان تخمینا ساعت‌های 14 گمانبر در حالت مستی قرار داشته هنگامی در کوچه به بازی مشغول بودن دختر بچه او را به بهانه تماشای فیلم ها در تلفن موبیلیش به منزل استقامتیش می آورد و دیده و دانسته که جبر دیده خردسال بوده در حالت عاجزی قرار دارد نسبت او حرکت های بداخلاقانه انجام می دهد با مقصد روی پوش نمودن جنایت صادر کردهش و آشکار نشدن شخصیتش دختر بچه خردسال به سعی حولی منزل استقامتیش برده با مقصدی از حیات محروم ساختن از گردنش بوغی نموده به قتل می رساند و جسدی بیجان دخترچه را چند مدت در حولیش میانی بوته‌ها پنهان نموده هنگامی در کوچه نبودن آدمان جسد را به جوبار آبگذر می پرتاید. و چانو میرم گاب انسان گفت ما دیلم چی آمد ما گفتم که چی فکری اوجه کشتن خواستم گفتم که میر سرنا ولی اوچهش گاب میزنم گفتم همینجاش هم خیلی گرفتم چی کردم ولی خیلی چی خیلی بعد دیدم بارا گرفتم بعد دستم کتی چی کردم این خیلی دستم کتی گرفتم جی خیلم چی کردم شد بوغی کردم شد من رفتم بودو که هم پیش جورو گرفتم هم خیلی گرفتم اووردم پیش دروازه خود من همونجا لاتاکای بیتونیه اووردم در همونجا بودو که پرت افتم. نسبت گمان برشونده در پروکراتورای ولایت ختلان پرونده جنایتی با ماده های 104 قسم 2 و 138 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.